دست از وطن نگیرم تا هست جسم و جانم، جانم فدای میهن تا روح در روانم. تماشابینان عزتمند، البته این مصرع‌های زیبا که سرشار از مهر است، محبت است، لطف است، صداقت است که البته الهام ایجاد و اعجاز این مصرع‌ها همه آبادی و ثبات و آسایشتگی دیار می باشد. این لحظه در ادامه برنامه شام دوشنبه از زبان مؤلف بانو شاکر را میشنویم. فرزند با وفایی این میهن و دیارم، سر می نهم به خاک تا هست آستانم. سرزمین من جلوه تو نمای، سرزمین من هفت رنگ و با صفایی، سرزمین من با سرود و با نوایی، سرزمین من، سرزمین من عاشق روی تو منم، سرزمین من عطر گل یاسمنم، سرزمین من دارو درمان تنم، سرزمین من جلوه تو نمای، سرزمین من هفت رنگ و با صفایی، سرزمین من با سرود و با نوایی، سرزمین من. اوه، من چقدر این سرزمینی زیبا را دوست می‌دارم، عاشق هستم و خیلی هم سپاسگزارم از خدمت خلق بزرگم، از خدمت پدرانمون، بابایانمون، از خدمت پیشوای ملت تاجیکان که این قدر سرزمین زیبای ما رو گل شکوفان کردن و من به الهام آمده همین سرود رو زمان با خواهشی گلبهار جان نوشته بودم. البته این در پیروی یک سرودی که میخواندند که وی آهنگی بسیار محزون داشت و متنش هم بسیار محزون بود. در عائله ما این سرود همچون گیم شده مونده است. همیشه اگر در دست ما یگان ساز موسیقی افتاده حتما این سرزمین زیبای ما رو، این آهنگ زیبای ما رو، این دیار نازنین رو میسرایم، ترنم میکنیم، مینوازیم. واقعا هم سرزمین تاجیکان روی جهان، بخصوص قلب تاجیکستان عزیز شهر دوشنبه نازنین ارزنده بهترین وصف و ستایش است و البته صحبت آزاد امروز ما نیز اطراف همین سازندگی و بنیادکاری ها و دستاورد و کامیابی های بی‌نظیر فرزندان تاجیک صورت میگیرد. خب از این آبادی ها نسبت به ایجادیات خود چه گفتنی هست؟ البته وقتی که میبینید که زندگی زیباست، حیات آسایشته، آرامی، تنجی، همه جا نگاه میکنید که زیبایی و البته شما به الهام می آید و من انا همین شعر بود، موسیقی بود، آرامی بود، تنجی بود که از همین سبب به الهام اومده یک چند شعر را نوشتم و من کتابی که الحال در دست شما است ای دلت آینه، یعنی من میخوام که تمام انسان ها مثل آینه دلی زیبا داشتنشان در کار، با همین آینه سان صاف و بی غبار به این تاجیکستان زیبا نگاه کردنشان در کار. دل هر کسی که در همین چمن تاجیکستان، بیرون از چمن تاجیکستان زندگی میکنن، دل هر کسی آینه سان پاک باشد و به این گلشن زیبا، به این سرزمین تاجیکان که سروری ملک ایران و تاجیکستان با هم واخوردند و این نشاط در سراسر کشورهای همزبان پهن شد و این چیزها ما رو به
الهام آورد و همین کتاب رو در موضوع وطن، مادر، پیشوا، در موضوع سرزمین بزرگ، عموما در همه موضوع نوشتم که و خوانندگان عزیز می توانند این شعرها رو از کتابخانه ملی تاجیکستان دریافته بخوانند. کوشش میکنم که همین اقلا برای وطنم طریق شعر و سخن و سرود و موسیقی ها کمی باشد هم خدمت کرده باشم. بسیار سپاس میگویم برای اشتراک در برنامه و تماشابینان عزتمند. واقعا هم تنها این گونه مادران برجسته تاجیک میتوانند که با این همه آرامی و ثبات جامعه بخصوص دوشنبه شهر نازنین الهام گیرند و در نگاه داشتن صنعت و سخن و شعر تاجیک سهم ماندگار خود را گذاشته باشند. تماشابینان عزتمند یادآور میشویم که این لحظه در صحبت ما حضور داشتند بانو شاکرova. برنامه شام دوشنبه ادامه دارد، ما را همراه باشید.